سلام به همه، سلام به همه. حالتون چطوره؟ حالتون خوبه؟ ببخشید for disturbing. حالتون خوبه؟ چطورید؟ حالتون خوبه؟ چطور هستید؟ خوبید؟ حالتون خوبه؟ من هم خوبم، مرسی. همه خوبن؟ همه means everybody, literally all. همه خوبن، خوب ان، هستن ان. The suffix is an. همه هستن. Everybody is or literally all are. هستن means are. همه خوبن is the contraction for همه خوب هستن. همه خوبن همه خوبن. مرسی، من هم خوبم. شما چی؟ شما خوبید؟ خب in this lesson we are going to talk about time. Okay, and that's ساعت. ساعت means hour or watch or time in Farsi. And I've prepared 2 songs for you. In these songs you are going to hear these words ساعت، لحظه. لحظه means یعنی چی؟ یعنی لحظه یعنی چی؟ یعنی means it means یعنی چی؟ لحظه یعنی moment. مثلا for example من میگم I say یه لحظه لطفاً a moment please. یه لحظه a moment. okay, a moment please. یه لحظه لطفاً. خب پس گوش کنید به آهنگ گوش کنید. listen to the song. به آهنگ گوش کنید. منو نکن به یه بوسه برسونم به ستاره، اسممو بپاش رو آینه بذار بشکفم دوباره، شبو برگردون به اول زیر موسیقی بارون واسه دور کردن عشق لحظه رو غزل بپوشون. عاشقانم یه ترانم با تو جهان شعری به شکوه رقص یه پروانم. عاشقانم یه ترانم با تو جهان شعری به شکوه رقص یه پروانم. خب بچه ساعت یعنی hour or time or watch in Farsi. okay, ساعت. what time is it? We are going to say what time is it. خب what time is it? What means what time. To say what time is it, you literally say hour, how much or how many is it. hour means ساعت. how much or how many means یعنی چی به فارسی. how much or how many به فارسی یعنی چی؟ یعنی چند. درسته. how much or how many به فارسی یعنی چند. درسته means that's right. درسته یعنی چند. how many years do you have? How many year are you? Or something like this. We haven't this point in previous lessons. Okay. ساعت means hour. ساعت how many means چند. is it means هست. okay, or the contraction. ساعت چنده بچه؟ ساعت چند هست؟ ساعت چنده؟ hour is 2. ساعت 2 هست. ساعت hour is هست 2. literally
Hour 2 is, hour 3 is, hour 4 is. ساعت 2 هست. ساعت 3 هست. 3 o'clock. ساعت 4 هست. It's 4. The hour is 4 o'clock. It's 4 o'clock. Okay, you can also drop the hour and say it's 2 o'clock. 2 هست. It's 3 o'clock. 3 هست. 3 4 4 هست. 4 5 هست. 5 The contraction, you know, you're familiar with this point. Okay. خب pass. Then now you can say what time is it in Farsi? What time is it? How do you say that? ساعت چنده؟ ساعت چنده؟ بگید say it's 2 o'clock. 2 هست. 2 It's 4 o'clock. 4 هست. 4 ساعت 4 ساعت 4 هست. خب let's continue. گل سرخی بکن ای معجزه‌گر، دست بکش رو خواب ابر و ماه و مهمون کن بفرستن، معجزه کن ای معجزه‌گر. از جشن رنگین مایا یه قطره دریا به من به خاطره، یه لحظه فردا به من بده. عاشقانم ساعت سرخه، یه ترانم با تو جهان شعری به شکوه، رقصه پروانم ساعت سخته. عاشقانم ساعت سرخه، یه ترانم با تو جهان شعری به شکوه، رقصه پروانم ساعت سخته. عاشقانم ساعت سرخه، یه ترانم با تو جهان شعری به شکوه، رقصه پروانم. خب بچه ها، پس ساعت یعنی hour، ساعت چنده یعنی what time is it. خب another word الان. الان 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 means یعنی now. okay. حالا means also now, but let's take الان for now. برای الان، برای الان، الان الان means now. خب تکرار کنید. الان الان. خب الان means now. میتونید بگید can you say، میتونید بگید what time is it now. literally now what time is it. الان ساعت چنده؟ الان ساعت چنده؟ الان ساعت چنده؟ خب بگید what time is it now. ساعت چنده الان. You can put الان at the beginning or at the end of the sentence. okay. ساعت چنده الان or الان ساعت چنده. بگید now it's 2 o'clock. الان ساعت 2. الان ساعت 2 هست. بگید it's 4 o'clock now. الان ساعت 4. ساعت 4 الان. خب let's continue. You are going to hear the word الان in another song. okay. برای پرپر شدن عقاقی، برای بوسه های اتفاقی، تو این روزا که مثل شب سیاهه، منتظر نور کدوم چراغی، برای لحظه های بیقراری، ساعت های کشنده خماری،
نشه می کردی دلمو یه روزی. الان خزونی کدوم بهاری، الان خزونی کدوم بهاری. عاشقانم یه ترانم با تو جهان شعری به شکوه رقص یه پروانه. Okay guys, have fun. خداحافظ.